بابا پول بدین که میمون آمده. میمون آمده؟ کی آمده؟ به دیدن مریض. به دیدن مریض آمدن؟ بله. یعنی مریضا خود اینا کمم که با دیگه کس به دیدن اینا آمده اونا خود همیشه تا کشیدم ها. به چی بلا افتادیم؟ از اون ده کنده میشه هم میایم به تا سرما. یک سطل ماسه که ببینی 60 به قیمت اینی خود 4 تا نون ور میدارم میایم. یک هفته 2 هفته خود پرتو میدم به تا خونه ما. اینا ما چون اینجی هتل فکر کردم اینجیر یا بیمارستانه. گپ هم میزنی میگم برار خسورتونه هم برار خسور ما باشه خود شما کمیم که یک بلوک بخستیم بیامادیم اینجی آخی شفاخونه این هتلیه همه بخستم بیامادم به تا سرما چه کار کنیم با خودی از اینا ها حیفی برار خسور منه نه که اینا زد بیرون میکردم از اینجی باز خود اینا کمم که حالی میگی به دیدن اینا آمدم که اینا با خور اینجا طلب کردم کانال مگن سودا بستونی که برای از اینا هم دیگه کاسه تیار کنم به چی بلا افتادیم خودی از اینا از اون دیو اطراف کنده میشه هم تا سرما میایم به اینجا حالا چه کار کنم پولم پیش منی از کجا بیارم که تو برای سودا بری برای از اینا نه بابا ساعت 11:30 بجه آمدن نمیسته کن 11:30 بجه بیان الان خوش آمد نکردم راست معلومه که چاش میسته کن دیگه اینا شاید شیرم خور طلب کنه همیته معلوم میشه همیته که تو میگی چه کار کنیم؟ به چی گیر افتادیم؟ به چی بلا افتادیم؟ از دست خر از اینا بعضاب سه که این سرام جا خره که بیارده خر استاد کرده لمشتی و خوشادای سیکو انبارای سیکو به تعدیل سرال یک عالم بوی و تف مال سرال رو بردشته خب کاش که با موتر میارد پیا خو خر بردشته بیارده من از صبح حالا که سه به سر زمینم از او شفتال بیارم مردم میگن کم شفتال بریم به چه گرگ مگرم زمین به زمین صحرا به صحرا بگرده علف گردن خو کج کنه و سبست و علف وستونه بیاره پیش خر از اینا بندازه خرج خود از اینا کمه که خرج خر از اینا اینجی سرزیتی که مگرم صحرا به صحرا بگردی برای هی گردن کج کنی و علف بیاری و پیش اینا بندازی خب اینا کی میره بابا 3-4 روز که به قیامت بمونه اینا از اینجا میرم در غیر از او دیگه نمیرم همیته که معلوم میشه خوب برم به شفاخونه بستر کنم به شفاخونه اینا دیگه خوب به شفاخونه میبرم بستر میکنم همیته جا خوبه که بدیدم عزت و احترام اینا به شفاخانه میبرم بستر میکنم سرا مرال شفاخانه تیار کردم اینا کجای ماله؟ خونه به خونه هم پیش میگو پول نی برو از مادر خو پول ملی بستو آله خوب همین گیر بفتادیم دیگه بله بابا دعا خوب بخوردم بابا جی هنوز چاش نشده باشه نونو بخوریم نونو که بخوردیم منو با دعا خورم بخورم حالا واسه شکم گشنه دکتر چی گفت اگر مریضیمه؟ دکتر گفت اگر اینجا بستر میکنیم بستر کنیم اگه نمیکنیم بریم خونه شما به خونه بستر کنیم من اینا باشم 6 روز 7 روز مگرم اینا دیگه هم بستر 6-7 روز مگرم باشیم تیاره دیگه اینجا خوبه برابر یک قومایه بستر باشیم بابا بیتر نیه باشه نونو بخوریم با دعا شما رو میدم او کنم این بابا نه او چه کار میکنی؟ چه کار میکنی کم؟ حاله که باشته یه قیصرم هستم خیر او روشنانیه بابا قیصر میشو قیصر شدم الله چه کار میکنی گیره؟ سنگینه میکلمند بابا بس سرم خوبه بابا هیچی نخش فایده داره با خدا بابا با شما فایده داره سرم مای بطر درد سرم چه کار میکنی؟ چه کار شما برخوالی شما مسخره شیطون دیگه نکشیم بابا شما گپ زدن نمیتونیم بابا
بگذارین سر خود. صبر کن بالش. آنه بابا سر خود بگذارین. سنگین همی پس مرد. بگذارین بابا سر خود. مرگه بخوری میدم خوردن تو که بخوری. باشه خور ببرم بابات کنم بابا. ما این شما رو ببرم بابا بابات کنم به هفته. نه تیاره. ها؟ تیاره. خدا من طور داشته باش. خیلی زحمت بخزیم بابا شما. بابا بخزیم که میشه خدای نکده ما ریگشیم. بابا بخزیم. خیلی تر شدیم بابا بخزیم بیاین. بیاین به هفته بیاین. بیاین بابا. بیاین. بادک بس به تو جو میدم به خود تو پلو میدم همه پیرک من خوش کنک. بابا جل نزنیم بابا جو 5 دقیقه می تو که باشیم خوش بشیم. تیار میشیم بابا به خیر خوشی دعا خور بخوریم. انا لعنی کلم شما کمی خوش شده. دعا خور بخورین تیار میشین یک کم اینجا هستیم چی ما این که بری میبری بر مطلقه دی مچید گرم گدام بابا مچید گدا مچید رسیده گدام گرم درسته؟ خوش شدیم بابا خیلی مطلق صبر کنیم شما خب صبر کنیم بابا صبر کنیم دست خوب بندازیم بابا با گردن نمیفتیم بابا دل جمع باشیم صبر کنیم بابا صبر کن درست کشیم آنه بابا خوش شدیم بدیدیم به شما گفتم خوش میشیم شما میگیم نه شکر تشنه که اینجا میای تشنه میشی بابا از بودم تا حال شما رو به هفته و نگاه بابات کردم دیگه یعنی خدا کن یک کلمنده فکسر بشی میدی تشنه بگذارین سر خود بابا که ما برم یک چرخ سکنم نون آماده نشده بگذارین سر خود سر خود بگذارین برم سکنم نون تیار شده بیر که نون بخوریم بابا که دعا خور میکنیم شما بابا